این خطرناکترین سرور ماینکرافته. حالا چرا؟ چون داخل این سرور استفاده از چیت آزاده و هر کاری که بخوای میتونی داخل این سرور انجام بدی. اما همه ماجرا این نیست، چون اسپان این سرور تا 10,000 بلاکی نابود شده و هیچ آیتمی تقریبا وجود نداره. وقتی که وارد سرور شدم یه اتفاق عجیبی افتاده بود که عالیه. هنوز وارد نشدم 4 تا ویدر عالی. الان باید سعی کنم از اسپان برم تا 10,000 بلاک برم تا برسم به یه جایی، چون همه چی نابود شده تقریبا اینجا. چون داخل اسپان نمیشه به کسی تیپی داد، باید بریم داخل قسمتی به نام هات اسپات که خدا رحم کنه. او مای گاد کنار بردیم حاجی. الان بشینم اینجا یکی چند نفر اینا چرا مردن؟ عالیه داداش. من بذار آیتم گیرم بیاد. بذار عالی. من اومدم دوباره اسمو بذارم. آره حاجی الان تیپیه میدم به یارو. بذار ببینم آیتم میده بهم. آقا سلام داداش خوبی؟ به ما آیتم بده تو رو خدا. او مای گاد آیتم داره. او مای گاد پیککس پشمام. آقا دم شما گرم. فلینچنت عالی. آقا دمه شما گرم. اوکی آیتم حاجی هرچی بیشتر رو میداد فکر کنم پولداره یارو حاجی داره آیتم میده. دمش گرم. بعد از اون یکم منتظر واسادم که ببینم آیتم دیگه میده بهمون یا نه، که حاجی آیتم داره نمیده یا او مای گاد. حاجی ایلویت رو گرفتم. حاجی ایلویت رو داخل این سرور واقعا کم. یا خدا فولین چند پشمام گاد اپل. این چند تا رو حاجی اوکی که توتم هم همه چی داریم حاجی. میتونیم بریم ملت رو ترپ کنیم میدونی. آقا دم مپارتا رو بنازم. آقا دم شما گم. اینا رو عالی. الان میخوام بیام بیس بسازم داخل این سرور، چون کلی چیتر داره. بیس احتمالا گریف میشه، ولی خب فعلا بیایم حالا من یه جایی دور از اسپان اینا پیدا کنم برم یه چیز بسازم. ولی خود این یارو میگه که توی این اسپان نساز چون سری گریف میشه کلا. ولی بعد از اون تصمیم گرفتم که کلا از اسپان خارج بشم، که توی همون حین واقعا سرور عالیه. پورتال اند اینجا چه غلطی داره میکنه حاجی. الان برم اندم هیچ کاری نمیتونم بکنم، چون بعد از اندم 5000 بلاک خارج شم و اندو ساید کلا جر دادن. اندو داخل اکثر سرورهای ماینکرافت با ارزش‌ترین آیتم اون سرور تخم دراگونه، که داخل این سرور ارزش خاصی نداره، چون کلی آدم اومدن و تخم دراگون رو جایی که دلشون میخواسته دوپلیکیت کردن. حالا چرا این حرفو میزنم؟ او مای گاد تخم دراگون رو داره، ولی خب به نظرم زیاد آیتم مهمی نیست، چون کلی آدم اومدن دوپلیکیت کردن با استفاده از فارم سند. ولی خب کلا میگم ارزش اونقدر با ارزش نیست. ولی اوکی. ولی اگه بهم بده میتونم کلا چیز کنم حاجی. بده اگه بهم بده میتونم. او مای گاد آقا گرفتیم آیتمای با ارزش سرور رو گرفتیم. الایت رو گرفتیم. فول آرمور رو گرفتیم. این چت گلدن اپل فول شدیم دیگه حاجی. شما آقا تو اولین ویدیوم نوکرم دیگه، برید تا تهش. راسته اگه از این ویدیو خوشتون میاد، ویدیو بعدی هم یه ویدیو هم شبیه همینه ولی خیلی خفن‌تر از این، چون یکم تغییر تو ادیت میدم، چون الان یکم ادیت هم بعد 9 ماه اومدم ویدیو رکورد کنم. ولی خب همین دیگه چی. ولی خوب نمیدونم. ولی اوکی من نمیرم حاجی، دارم میمیرم. وای اوکی به دست این اسپایدر میرم. اوکی بمیر بلیر. اوکی اون برای حاجی دیدیدش یا نه؟ ام نداره. اگه ندیدیش الان میبینیدش. باید بلاک ندارم. آقا کجا رفتی دادش؟ بیا بکشمت. بذار من یه دقیقه اندر چست بده. سردو بردار. بخت سلاخی بودو حاجی. کجا رفت یارو؟ همینجا بودو. من نه حاجی راند. کجا رفت؟ حاجی ناراحتم. من خواستم بکشمش. آقا شانس هم نداریم برای ترپ کردن ملت. آقا وقت بیس ساختن. حالا چیکار کنیم؟ حالا وقتش از اسپان دور شیم یکم، بریم زیر زمین یه جایی برای بیس پیدا کنیم. فعلا خدا کنیم به کیو چیزی نخوبم. مرسی حاجی هنوز نگفتم. اوکی برم همینجا رو بگردم یه جای خوب برای بیس پیدا کنم. همین جا رو گشاد کنم فعلا. یه بیس کوچیکی هست موقتا و شاید
بذارم مثلا اینجا کجاش که بیاد آیتم اگه خواستید وردارید، ولی نذارید تو خدا زحمت کشیدن سرش. ولی خب احتمالاً بگم کوردینات شد توی ویدیو، یه جای ویدیو خواستید بیاد آیتم اینجا رو وردارید دیگه. حاجی نمیدونم چرا واقعا صدای ویدر اینقدر زیاده اینجا برای من. حالا شما فکر کنم تو ویدیو صدا رو کمتر می‌بینید، ولی من دارم واقعا کر میشم. هر سری صدای ویدری از اون بغل میاد، صدا ترکیدن رو مخمه، نمیدونم چرا. حالا که یه بیسی داریم داخل این سرور، وقت اینه که بریم من مردم آیتم بدزدیم. آقا یه نفر رو خف کردیم. هورا آقا داداش شما باید به ما آیتم بدی داداش، میدونی تو خف شدی، باید آیتم بدی، میدونی من ایرانی هم داداش. او یا خدا، اینا که اینا خودمه، ولی اوکی شما به ما آیتم بدید. چه دو چشت با هم وا میشن، عالیه. دستشی داد داداش، بده. چرا این داشت واقعا اینقدر زیاد میده؟ اوکی شالکه رو تشت بده مرسی. یا خدا اوکی یه کیت کامله برای فایت هاجی، عالیه. نه آرمور میدادی داشت، باز هم دمت گرم خیلی. الان من اینو ور دارم یا ندارم؟ ما ور میداریم پر رویم دیگه، میدونی. دوباره اشتباه کردم آدم اینجا، ولی اوکی. یا خدا حاجی خودکشی کردی رو آیتماش اصلا نیومد دست من، عالیه. یا خدا اینجا کجا؟ یا خدا حاجی عالیه داداش، چیکار میکنی؟ عالیه، چیت اصلا نیست داداش، خیلی جای خوبیه، عالیه واقعا. دم تک تکتون گرم، عالی خیلی جا. یا خدا که مردم دوباره.